خلق الله محمدا من نور عظمته. بعد از 1000 دهر ارواح انبیا رو خلق کرد. بعد که ارواح انبیا را آفرید این آیه پیدا شد: و اذ اخذ الله میثاق النبیین، جمع محلابل از آدم تا به عیسی همه مأخوذ. مورد میثاق چیه؟ کتاب و حکمتی که به اونها داد. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه. این خطاب به ابراهیمه، به موسی بن عمران، عیسی بن مریم. شدت امر اینه. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. عیسی از 124,000 پیغمبر گرفت که همه باید ایمان به او بیاورید. این پیغمبر خاتم.